ضرب الاجل 15 سرطان برای مهاجران افغان در ایران، اخراج اجباری در سایه بحران انسانی. سلام و وقت بخیر خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیز. تا آخرین گزارش SBTV با ما همراه باشید. اداره کل امور مهاجرین و اتباع خارجی سانداری فارس اعلام کرده که همه مهاجران افغان دارای برگه بازگشت به افغانستان باید تا تاریخ 15 سرطان 1404 ایران را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که پس از این تاریخ حضور این افراد در ایران غیر قانونی تلقی شده و زمینه برخورد انتظامی با آنان فراهم خواهد شد. این تصمیم بخشی از روند فزاینده اخراج مهاجران افغان را از ایران است که در سال گذشته شدت یافته و روزانه هزاران نفر به افغانستان بازگرداننده می شوند. این اداره از مهاجران خواسته که برای جلوگیری از ازدحام و مشکلات ناشی از گرمای تابستان در طول ماه جوزا به مرکز بازگشت در شیراز مراجعه کرده و نسبت به خروج قانونی اقدام کنند. در اطلاعیه آمده که خروج داوطلبانه دارای مزایای خواهد بود، اما مشخص نشده که این مزایا شامل چه امتیازاتی می شود. همزمان به خانواده هایی که فرزندان دانش آموز دارند توصیه شده که برای دریافت کارنامه پایان سال تحصیلی منتظر نمانند و این مدرک را از طریق اقوام یا آشنایان دریافت کنند. اقدامی که نشان دهنده فشار برای ترسیم خروج خانواده ها حتی پیش از پایان سال تحصیلی است. در ادامه این روند به دارندگان برگه های باطله سرشماری نیز هشدار داده شده که هرچه سریعتر برای دریافت برگه بازگشت اقدام کنند. در غیر این صورت به آنان متخلف شناخته شده و مسئولیت پیامدهای بعدی بر عهده خودشان خواهد بود. این نوع برخورد در عمل راههای تمدید یا تغییر وضعیت قانونی را بر بسیار از مهاجران مسدود می سازد. سیاست‌های اخراج اجباری در حال اجرا می شود که شرایط انسانی و اقتصادی در افغانستان به شدت بحرانی است و بازگرداندن هزاران مهاجر به کشوری که زیر سلطه طالبان و درگیر فقر و ناامنی است تنها به گسترش بیخانمانی، بیکاری و رنج انسانی دامن می‌زند. اخراج اجباری نه فقط مسئله داخلی بلکه بحران انسانی است که نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی است. جهان سپاس از همراهی شما.